میخوام برای این جو بایدن بگم، برای کسی که جانشین ترامپ شده. اولا تو را به دین مبین اسلام دعوت میکنم که صدای مرا بشنوی، بیا اسلام را بپذیر تا اینکه خوشبخت دنیا و آخرت بشی. اینکه اسلام نصیب تو میشه یا نمیشه او در علم الله سبحانه و تعالی هست. میخوام این نکته را بگویم. آقای بایدن، ترامپ خیلی دیوانگی ها کرد در کشورهای اسلامی. ترامپ خیلی لجام گسختگی ها کرد در کشورهای اسلامی، چی در عراق، چی در افغانستان و چی در سوریه. ما به عنوان یک عالم دین این پیام من به گوش تو خواهد رسید. دیوانگی هایی که ترامپ کرد، این دیوانگی ها را جمع کن. عساکر و نیروهای بوزین صفت خود را از کشورهای اسلامی خصوصا سرزمین افغانستان بکش. اگر تو سربازان خود را نکشی، مجاهدین این سرزمین اون جسدهای بوزین صفت تو را طعمه سگان و شغالان و لاشخوران این سرزمین خواهند کرد. آقای بایدن، این را میگویم در کشورهای اسلامی فکر نکنید که شما که داخل شدید شما نفع و سود میبرید. کمی به ملت خود، به ملت آمریکا رحم کنید. کمی به ملت خود رحم کنید. اگر شما متوجه ملت خود نباشید، در کشورهای اسلامی ما از پیامبر خود شنیدیم ذروة سنامه الجهاد. قله بلند اسلام جهاد هست. سربازان خود را از کشورهای اسلامی خصوصا از افغانستان بکش. در غیر آن در افغانستان و ملت افغانستان، شیرمردان این سرزمین، بینه انگلیس را به خاک و خون کشید. بینی روسیه را به خون کشید. این را بدانید که او سربازان تو و همپیمانان تو قبرستان اونها داخل افغانستان شد. او کسی که تا دیروز میگفت افغانستان را به چند ساعت نابود میکنم، خودش نابود شد. خودش به زبالدان تاریخ رفت. خودش از صفحه تاریخ برداشته شد. این پیام من برای رئیس جمهور آمریکا بود که امیدوارم که هرچی عاجلتر کشورهای اسلامی را ترک کنن و بگذارن که مسلمانان سرپای خود استاده بشن. در غیر آن مسلمان ها پیروز بودن، پیروز هستن. ما کشته بشیم، زندانی بشیم، مهاجر بشیم، خانه ما ویران بشه، همه مصیبت ها که به سر ما بیایه ما پیروز هستیم، چون و ان الله معنا، الله سبحانه و تعالی همراه ما هست. مجاهدین ما وقتی در مقابل سربازان تو شهید بشن، جایگاهشان جنت الفردوس هست. افراد بوزین صفت تو و هم پیمانان تو وقتی کشته بشن، اونها همه سنگریزه ها و آتشگیره های جهنمن که الله سبحانه و تعالی گفت اعدت للکافرین، جهنم آماده شده برای کفار. امیدوارم که
این کسی که امروز سیاست را به دست گرفته هوشیارانه کار کنه، نه مثل ترامپ دیوانه‌ای که دیوانوار خود را به این کشور و این کشور میزده. این را خوب بدانن، روزی برای امت اسلامی غمخوار پیدا خواهد شد. روزی صلاح الدین ایوبی و عمر ابن عبدالعزیز خواهد آمد تا جواب دندان شکن برای این تباهی